هک تلگرام 100% تضمینی. گروه‌ها و کانال‌های مختلف تلگرامی رو که سر بزنیم، هر از گاهی این پیغام به چشممون میخوره، اینکه با پرداخت مبلغ ناچیز تلگرام هر فردی رو که دوست دارید هک کنید. تو هفته‌های گذشته افراد مختلف و شناخته شده عکس‌های شخصیشون سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد و همه تقصیرها گردن تلگرام افتاد. اما در اصل باید بگیم مقصر اصلی خود افراد هستن و در واقع اتک یا همون حمله به حساب کاربری با سوء استفاده از سادگی خود کاربر اتفاق میفته. ازش یک درخواستی بشه یا یک پیام مشکوکی برای اون ارسال بشه یا یک درخواستی بشه که یک لینکی را کلیک بکنه یا کدی را ارسال بکنه یا اینکه عضو گروهی بشه، گروهی که نمیشناسه. اون شماره‌ای که به من داده شده وقتی که ثبت نام می‌کنم همین صفحه رو برای من میاره. این شماره منه با پیش شماره مثبت 63 که فیلیپین میشه. من الان باید عضو تلگرام بشم با این شماره. خب میام کدی که برای من ارسال شده از طرف تلگرام رو وارد میکنم. تو این مرحله فرد نفوذ کننده باید خودش رو به جای نماینده تلگرام معرفی کنه. اسم یوزرمو گذاشتم تلگرام، عکسشم میذارم عکس تلگرام. مرحله بعد فرد قربانی شده باید توجیه بشه، کدی که براش ارسال شده رو به هکر بفرسته. حالا همونطور که می‌بینید این پیام برای من ظاهر شد. شماره فردی که قرار به حساب کاربریش نفوذ بشه رو وارد میکنن و یک کد برای قربانی هک از تلگرام اصلی ارسال میشه. هکر قبلا به عنوان نماینده تلگرام کاربر رو توجیه کرده که کد رو براش بفرسته. من کد رو وارد میکنم، اینجا تلگرام شما کامل میاد. بله همونطور که می‌بینید من بعد از اینکه کد رو برای هکر ارسال کردم، تلگرام من کاملا در اختیار ایشون است. و حالا دیگه من میتونم بیام توی گروه‌های مختلف شما عکسایی که ارسال کردید، عکسایی که گرفتید یا حتی مثلا لغتایی که میخوام و جستجو بکنم، مثلا ببینم که در مورد مثلا فلان شخص چی گفتید. اما قبل از اینکه مورد سوء استفاده یا نفوذ قرار بگیریم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ زمانی که ما هک میشیم سریع‌ترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بریم توی ستینگ، پرایوسی، اکتیو سشن، سریع اونجا سشنش رو ترمینیت بکنیم. بلافاصله بعد از اینکه فرد میاد و وارد اکانت خودش میشه نشون میده که چه رایانه‌ای متصل شده به این اکانت و تا چه زمانی داره از استفاده میکنه. یعنی تقریبا فاش میکنه تمام هکرهایی که به این اکانت متصل شدن یا دارن از اون سوء استفاده میکنن. بعد از هک شدن یک کار مهم و خیلی فوری رو باید انجام بدیم. یک قابلیتی به اسم تو استپ وریفیکیشن یا قابلیت بررسی دو راهه دو منظوره هست. از شما یک رمز عبوری هم که وارد میکنید هم خواسته میشه. یعنی فرد اگر بخواد اون اکانت رو در اختیار بگیره بعد از ارسال اون کد مجددا ازش یک رمز عبور میخواد. اگر هم احیانا اون کلمه عبور ما گم شد، این کلمه عبور یه جوری بایند هست، متصل هست به اکانت ایمیل ما و از طریق اکانت ایمیل قابل احیا شدن و بازگرداندن هست. برای نفوذ به حریم شخصی ما هکرها کار زیاد سختی پیش رو ندارن، اما اگر دقت کنیم اطلاعاتی رو که میخوان در اختیارشون ندیم این مهندسی اجتماعی شکست میخوره.